من در بازارهای مالی خیلی زیادی سرمایه گذاری کردم، در بازار نفت و املاک هم سرمایه گذاری کردم، اصلا به شکست فکر نکردم. یکی از مهمترین اهداف صنعت و اقتصاد سرمایه گذاری در حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینیه. با سرمایه گذاری در حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینی میتونیم به اقتصاد کشورمون کمک کنیم. پس بیایید با من همراه باشید تا کشورمون رو آباد کنیم. یکی از مهمترین اهداف سرمایه صادقی همینه. بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در سومین اجلاس سراسری چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور. مدیرعامل محترم هلدینگ سرمایه صادقی جناب آقای جلال صادقی رو تشریف کنید. با 21 سال مشاوره حقوقی و سرمایه‌گذاری در حوزه ملک و املاک، کارآفرین برتر، دارای مدرک بین‌المللی از دانشگاه آیدین ترکیه، با 3 مدرک بین‌المللی از اتاق اسناف کشور جناب آقای جلال صادقی. اینجا مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانه که در سومین اجلاس سراسری چهره‌های نامی اقتصاد و صنعت من دعوت شدم و این مدارک و لوح تقدیر و مدرک بین‌المللی رو به بنده اهدا کردن. از تمامی دستاندرکاران در این حوزه تقدیر و تشکر می‌کنم. از شما همراهان سرمایه صادقی هم تقدیر و تشکر می‌کنم که تا اینجا منو همراهی کردید. سرمایه صادقی یک همراه واقعی.